السلام علیکم بینندگان عزیز، برنامه‌های تلویزیونی سوخت دوام دارد و امروز ما در برنامه‌مان حرکت می‌کنیم به شما درباره عقد نکاح، قاعده و ترتیب‌های آن، برای چه جداشوی عائله‌ها در ناحیه سوخت بیشتر به نظر می‌رسند صحبت می‌کنیم و به همین خاطر به استودیوی تلویزیونی سوخت امام مسجد تاج محل داملا مجیب علی عطیف را دعوت نمودیم. السلام علیکم داملا، پیش از همه به استودیوی تلویزیونی سوخت خوش آمدید. نکاح خود این اتفاق از جهت حقوقی تنظیم شده اختیارانه و برابر حقوقی زن و مرد است که برای بنیاد عائله روانه کرده شده است. نکاح مقدس است میگویند در عرفیت. من اسلام در این باره چی میگوید؟ میخواستیم سراول در همین خصوص نقل میکردید. تشکر زیاد برادر. اولا الحمدلله، حمد و ثنا مر خدا را که نکاح حلال کرد و زنا حرام کرد و درود و سلام بی پایان و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم که در سخنرانیش گفتند النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر اسلام نازنین نکاح سنتی من است، کسی که از سنتی من سرکشی کند و امتی من نیست. باید که انشالله مثل سخنهای شما باید عائله برپا شدنش با سبب نکاح شدنش در کار، یعنی به نکاح این عائله در اسلام عزیز حرام است. یعنی باید که با واسطه نکاح انشالله خدا خواهد عائله برپا شود. برای همین زن و مرد میگن وابسته یکدیگرند، کائنات شوق‌آور را صورتگرند. انشاءالله خدا خواهد، یعنی نکاح از طرف خدا سبحانه و تعالی برپا کردن عائله و انشاءالله خدا خواهد عائله مرد و زن و در آینده آوردن فرزندهای صالح و صالحه، چی بچه و چی دختر باشد، نکاح ضرور چیز است انشاءالله خدا خواهد. یعنی با واسطه نکاح عائله ها خدا خواهد برپا میشود. این نکاح راه روش پیغمبرها است، از حضرت آدم علیه السلام کشیده تا محمد صلی الله علیه و سلم تا قیامت این نکاح برپا جاوید است. حتی با آدم خدا سبحانه و تعالی آفرید قرار نگرفت، دخترای جنت نشانش دادن قرار نگرفت. خداوند تدبیر که گفت که اگر از جنس خودش ما نآفریم این قرار نگیرد. از جنس خودش یک خواب غلبش کرد، از قارگاه چپش میگه کشیده گرفت حضرت جبرئیل، خداوند کن گفت فیکون، بس میگه ما هوا شد. به سبب خدا خواهد بیدار شدن ما هوا دیدن حرکت کرد که شود انشاءالله خدا خواهد یک جای شود. خداوند گفت بیست اول برای تو نکاح مهر میتی، نکاح میکنی، بعد این بر تو حلال میشود انشاءالله. من از یعنی همه پیغمبرها سر کرده انشاءالله خدا خواهد تا قیامت انشاءالله چی است این نکاح برپا و برقرار است. الحمدلله با واسطه نکاح برکه است در خاندان، در عمر، در کسب و کار، در رزق انشاءالله خدا خواهد برکه است. به نکاح چی برعکس این است. 5 شرط اسلام است برای مردا بالا شدن. میگه چی خوری میخورانی، ششلیک خوری در بازار باید زنتن ششلیک بری، لباس خوری لباس خری، به خانه تامین کردن انشاءالله خدا خواهد، یا فرزندان خوروندن و پوشوندنش، این همه به جای خوب تامین کردن. این در گردن مرد واجب است، ایلو که نهگار میشود این مردها خدا خواهد، این بازی نیست. من همین سه برای اینم پدر و مادرای دخترها تاکید میکنیم که خدا خواهد دیوانی بسم الله نه طلب کردن انشاءالله زکس طلب کند. اول زکس کنده میایی گوید میلیون ها مصرف میکنن برای گذراندن توی، حتی از شفاکار نظارت شفاکار گذشتن پیش از عروس، پیش از توی ملال میآید به آنها. همینم طلب کنن انشاءالله. برای از هم دکتر خوش رو بگذارن، سالم باشد بتیار، ناسالم باشد. امروز من حکم من چی باید که فرزندها سالم شود، باید که در جمعیت فرزندهای سالم یعنی تنصیحات سالم با وجود بریم. لیکن با وجود دارن در دست من و شما است. راست. من و شما که اعتبار نمیتیم چیزو چوره اعتبار داشتیم. مالو بیاش دوشه نه دختر تته خلاقات 20 کورپا که پندق من نمیتیم. لیکن این طرف چیزایی که مهم ضرور در کار است که حیات تقدیرش، حیات بچهش تقدیرش حل شده شده بی‌پروا نستن. ببینید یکی عامله همین دیگر انشاءالله خدا خواهد بسیار انشاءالله زنها از پشت علومین جدا شده دادیان. برای علومین شدن یعنی آزاد زندگی کنند و 2 میلیون پول میگیرم ای بچه مخصوص من چندین شد
صحبت کردم با بچه ها. نفس آنها فرزند رو امروز زنده یتیم میکند. این بیننده این مادر چی؟ این مادر ظالم است. این ظلمکار مادر همین است که برای اون فرزندا کی تربیت میکرد؟ خیر این با بسیاری بیوه یادش میداد است. ها بعدی که اول جدا شدی پلمتی همی ها 4 تا اون خوکا رفته لباس بیاره مگر بیزنس من شاشی خورده میگردی. این بچه‌ها که شاشی میکنن بعد. این بچه‌ها را تربیتش کی میکنه؟ این دخترها تربیتش کی میکنه؟ این باش شب و روز خدا خواهد تلفن باز چندین خانه را ویران میکند. چندین خانه را طاقت نمیکند. طاقت نمیکند این بچه که میکند چندین آیلا را ویران میکند. او فرزند 2 تا 3 تا باشد و این تربیت پگاه بچه دوز میشود. او دختر مجبور این مادر یاد میگیره. این مادرها اوی کنن فکر کنن این کار نکنن. شوهر البته در کاره. خانه با مردک و خانه نه. خانه بی مردک و خانه نیست. بینید من یک آیله جنجال شد رفتیم 4 تا کودکش است. دختر چی گفته است؟ 4 تا مخ در 4 خانه تر زدگی است. کنی کجاش میخواند اینا؟ آدم های 4 تا مخ و همین تامین دارد میافتن 4 تا مخ همین راستی رفته بیچاره کار که آمده خونده سمی تو چشم دنیا پیش چشم تا گرفته تو 4 تا فرزند دارم من گروزید میکنم و علومه میتیا من پول میتیا تو زبان درازی نکو. پیامبر اسلام حدیثی است کدام زنی که میگد نادرست از شوهرش طلاقش طلب میکند نادرست بوی جنت نمیبیند. ولی جنت رو چه بسد از اون نعمت های جنت نه بوی جنت پیامبر اسلام میگه تا 500 سالی نه راه میومد است. از نکهت جنت حتی بهره مند نمیشد. حتی از بوی جنت بهره مند نمیشد. گرچه نماز خوندم گرچه حافظ قرآن باشدم تنها گشتن زن و مرد مکروه است در اسلام درست نیست. ببینید تا چه اندازه امروز آدم ها میشدن تا چه اندازه را یا که بعضی خوشتامن ها شنیده شدیم امروز زن دخترها را خدا خواهد از 24 دائم تنه میکرد است. اپت چی کرد؟ اتت چی کرد؟ حضرت دامرو در همجای سوال پیدا می شود امروز جداشوی آیله ها اگر به معلومات استاتستیکی نظر افکنیم نگاه کنیم سوق از این جهت در مقیاس ولایت خیلی در بالا می ایستد در صف پیش می ایستد. عامل این چیست؟ برای چه همین طور است؟ عامل همین ها همه دنیا پرست شد. چیز پرست. چیز پرستی است. چیز پرست. چیم نکرد، کرتم نکرد، فلان نکرد. حتی یک دختر میگد که میگد مادرم بیچاره گهواره کردن نتونیست میگه. گهواره کردن نتونیست میگه. از پشت گهواره میگه تا این روز من میزنن. تا این روز کتک میتید اپت چی کرد. گهواره حال در گردن مردک است. گهواره کردن این وظیفه زن نیست. در ذمه مرد است. در ذمه مرد است. حتی بعضی زنها افتاد که از همین زندگی هم داملا جان بیزور شدیم. فقط تنها میشنیم از خوشتامنم. اپا چی کرد فلان نکرد این نکرد اون نکرد و با چیز مسئله حل نمیشود کو. امروز پیش مثال کارگر گفتم میگفتن امروز دخترها را برای چیز و چارش آتش معلوب دارد خدا خواهد خونش کتج است بعضی دوم بچه ها را هم خشده است. محمود پلدار نپافته است و پولش نمیتید نه دخترش هم بتید تو تنه خونه کنه میتید یا تو ماشینش تنه پدر کنه میکنه. باید که تو خودت حرکت کنی با قنات خودت بر با تلاشی خود پولی آبیه با حرکت خودت تو زنه بپا. بینید تو چه اندازه ما اون نشده این دخترها را این بچه ها را پسیخلاش نرسیده مجبورن جدا شده سادیان مجبورن حیات برباد داده سادیان. خیلی باید که نباشد انشاءالله. حیات از چیزی عبارت نیست. حیات میگه در نکاح میگه 2 تا بخت است مهر عاقبت. باید که مهر داشته باشیم ما عاقبت آدمگری داشته باشیم ما. مهر عاقبت آدمگری نباشد و هیچی و حیات نیست. حتی بینه شریعت نمانه نزدیدن سنت رسول الله هست. برای چی؟ چون که او آدم کتی یعنی ما و شما که 50 سال 80 سال حیات میبریم محبت پیدا کردن. یه بار اول محبت اگر محبت نباشد همین ماشین خدا خواهد کپتی و خرو محبت نداشته شی حیش نمیکنی.
طوری هوای عشق میشه و بعد همون ماشین چیکار میکنی تلاش میکنی. همین دخترم مهر نداشتشی من 28 من یک بچه رو میدونم چند سال خانه داشته جدا شد. گفت من ناز نمیبینم گفت در کار نیست من دختر یکان کمبودی نداشت. عامل دماغ چیزارم ما شما همه عاطفه وقت مجبور هستیم عاقبت مهر نیست محبت نیست مجبور میشود پرتیت برود مجبور میشود ان شاء الله خدا خواهد آخر عاقبت جدا شود. با یک خانه دومدم دخترک رابط در این بالای دستاخون 6 بار خز داردش خز او بیار خز کوچه بیار خز بیار و من گفتم خاله جان آخر رابط نیست که آخرم بیچاره یک نون بخره داخل حق کلیش بعد خدمت کنه ها خدمت هم خیلی شد خدمت درباره بکشبونه و کنه. عایشه صدیقه روایت میکنن میگه همین آب دستش از تورته پیامبر اسلام میگه خودش تیار میکرد حدیث صحیح نه بعد میگه گفتش که میگه آخه پیغمبر همین ما فرمی همین آب شما تیار کنیم نمیشه اگر من خودم بتونم شما را امر کنم من ظلم کنگی میشم انا انسان. امروز باید که ما شما برای چیز و چاره نه برای آدابش اخلاقش حتی مثلا نکاح کردن میشه تونکیل مرد زنها میگه برای 4 چیز نکاح کردن میشه برای مالش جمالش نسبش دینش. علیکم بذات دین شما دیندار گیره برای چی؟ چون که این جمالش یک 3 روز بعد میمیره و جمال 2 روز بعد کرسکه میشه با تمام میشه یا اون منصبش از دست میره اون مال تلف میشه. میگه که آدمی که دین دارد دختر میگه هرگز خورش نمیکنه همه گردونده علامتیش با صبر میشه با طاقت میشه عقل و زکات اوه فرزندکای خوب میگیره. من شیخ سعدیه بینید مادر تولد کرده کیف یکون المربی تکون المربا تربیه کننده چه خیلی باشه تربیه گیرنده یعنی از بد اخلاق میاد. برای چی روز من حکومتم جوانی سالم طوری می چون که از سالم میروید خدای تعالی هم سبب کرده ما شما رو خدا خواهد امروز من چندین ناگیرانا امروز مثال گفتم من چندین خدا خواهد بد اخلاق همه این وابسته به حیات ان شاء الله ما شما است. از من صحبت کنیم صحبت بسیار است ان شاء الله خدا خواهد امید میکنیم که ان شاء الله خدا خواهد یعنی اصلا کم و شیرین میگن یک دیگه نکته را گفتم میگذارم ان شاء الله انا داملان طلقتی دارد من چندین داملاش طرف دادن از روی همین یعنی زکس جدا نشده یعنی با زن گرفتن باید همیشه طلب کنن زکس جدا نشده عموما باید گویا که یک نکاح نموده است. ما انشاءالله خدا خواهد پیشوان حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد جامعه را انشاءالله تربیه کنیم جامعه سخنهای خوب کردی گپای خوب کردی گپایی که چوکی گفتی شیخ سعدی یک شعر خوب دارد عقل ها را یاری دهد مشورت ادراک و هوشیار. ما مشورت میتیم این اختیار در ویا نکی اون چیزی که گفتن میگن کردیم به آمد اون چیزی که گفتن نکردیم بد آمد. نکی این جامعه به این معنی نیست. این جامعه باید که جامعه خوب باشد جامعه خدا خواهد تربیهش خوب فرزنده چون که ما تاجی سریم اینا ما تاجیکا چنان تاجی سر هستیم باید انشاءالله خدا خواهد از علم از اخلاق از رفتار و گفتار و معامله در جهانی دنیا اول باشه انشاءالله خدا خواهد چون که باباهای ما اسلام ببینین همه باباهم خدا خواهد این سینا ببین تمام دنیا امروز هیکل ها زدگیه دنیا اعتراف میکند که تیب برای ما شما کشیده داد امام بخاری رو ببینید امام بخاری حدیث کشیده داد من فرزند خدا خواهد برهادی راشدانی قانون اسلام ساخته داد همینا هم پدر و مادرش تا چوه از کودکیش تربیه را زور کرد. هر کی میگه در کودکی ادب برخواست جوانی نخواهد ادب کرد و شیخ سعدی میگه نمیشه باید که ما شما خدا خواهد همین فرزندکارا همین اولا از کودکیش خدا خواهد رفتار و گفتار معامله خوب که ان شاء الله خدا خواهد بعد دنیا به البته درست دنیا اومد می خدا خواهد ان شاء الله باید تا 7 سالگیش مستحکم ان شاء الله تربیتش کن مستحکم خدا خواهد آدابتش فرزندی ناز چخری که در پیش نگفتیم باقی پدر فرزندی بعد داغی پدر. البته درست تاکید نمودید در عرفیت میگویند که زی گندم زی جو بیروید همین را حاضر از صحبت شما باری دیگر من احساس کردم درک کردم شاید بینندگان نیز درک کرده باشند که برای با کمال رسانیدن فرزند سالم فرزندی که به تمام جهان عبره شود پیش از همه ما خودمان را اصلاح کردنمان در کار است. اگر ما پاک باشیم اگر ما در راه درست قدم گذاریم فرزندان ما هم از پی ما می روند
و به واسطه در آینده بزرگ شده برای خلق و وطن خدمت میکنند و البته باعث افتخار ما و شما میگردند. در تربیت فرزند البته پیش از همه رول پدر و مادر مهمترین است. تنها مادر نمیتواند فرزند را سالم به کمال رساند یا تنها پدر خودش فرزند را به مادر نمیتواند فرزندی سالم کرده تربیت کند. فرزند همیشه با پند و نصیحت نه فقط پدر مادر نیز نیاز دارد. از صحبت پرمضمون شما امید داشتیم که بینندگان بهره گرفتند، خلاصه های ضروری برآوردند و اگر فکر و درخواست ها باشد البته با کانال تلگرام ما نوشته فرستید. ما البته در اساس فکر و درخواست های شما باز داملا را به استودیو دعوت نموده صحبت میکنیم. بار دیگر به استودیو تلویزیونی سوخ خوش آمدید. بینندگان عزیز، برنامه های ما دوام دارند، ما را ترک نکنید.